آقا پسر دختر خانم رو سوار میکنه و این دختر خانم رو دعوت میکنه به منزلی که حالا بعدا مشخص میشه اصلا به صورت حالا ساعتی اجاره داده میشه. این آقا پسر و دختر خانم به اون منزل ره سپار میشن و اون چیزی که فکر میکنید بینشون اتفاق میفته. حالا ظاهرا علاوه بر اعمال منافی عفت شرب خمری هم صورت گرفته بوده، آقا پسر تصمیم میگیره این در واقع دختر خانم رو برسونه. مراجعی من داشتم که عضو یک شرکت دانش بنیان بوده، چند تا قرارداد مثلا چند صد هزار یورویی بسته این شرکت و این آقا اومده متاسفانه مثلا با یکی از کارمندان خودش رابطه‌ای برقرار کرده و بعد اومده ایشون رو تهدید کرده که من این در واقع فیلم رو منتشر میکنم یا میفرستم برای بابات، برای برادرت، برای پسر خالت فلان بیسار. و اونم خب رفته شکایت کرده. وایس بچه‌ها حالا خوب یا بد واقعا مشمول قانون سمعی و بصری نخواهد شد. کلا وسیله تهدید قرار دادن توی قانون سمعی و بصری جرم انگاری شده. ما توی قانون جرایم رایانه‌ای جرم انگاری به اسم وسیله تهدید قرار دادن اثر مستهجن یا مبتذل نداریم. سعی کنید اگر وکیل متهم بودید تا جایی که ممکنه توی مرحله در واقع تحقیقات مقدماتی استناد بکنید به قانون جرایم رایانه‌ای. چرا؟ چون بعدش پرونده نمیره انقلاب، میره دادگاه کیفری و خب این به نفع شما هست.